Kateloy kalon da بسیار میشویم ستانوک دا دختن دا همین تنش دا یگون چیز نباشه توزه باشه ایره چقیدن دا او نکنه دا افلاسی نباشه تنه دانه دا میشویم همینجا تنک میکنیم خوک میشه و سوپر اگه نصیب کرده باشه ایو رو جمع کرده بگیریم زردالو را بعد چی میکنیم ایره تنک میکنیم خوک میشه و بعد ایره میگیریم ستانوک دا چند روز دقیق میکنیم؟ اکل میستایی درست باز نمیرم خیلی عرالاش میکنیم میکنیم خوک شود هرگش باید خوک شود یا اگر خوک نشود درست مغزش بزد میویده